به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که فرود یک فروند یاک 130 برباند و ظاهراً در فرودگاه اصفهان رو نشون میده. اما نکته قابل توجه در مورد این فیلم این است که این یاک 130 مشابه یاک‌های قبلی وارد شده نیست و مشخصاً رنگ آن تفاوت دارد و به نظر میرسه این یاک جدیداً به ایران آمده. پیج اینستاگرامی مردان آسمان که در گذشته تصاویر ورود یاک 130 ها را به ایران برای اولین بار نمایش داد، این فیلم جدید را در استوری اینستاگرامی خود به تازگی منتشر کرد. یادمان هست که حدود 3 ماه پیش تصاویر اولین یاک 130 های وارد شده از روسیه به ایران در فرودگاه اصفهان منتشر شد و همه میلیتاریست ها خبر از ورود زودهنگام سوخو 35 به کشور را میدادند و موجی از خوشحالی بین میلیتاریست ها رواج یافت، اما هنوز تا جایی که میدانیم این اتفاق نیفتاده. حال آیا با ورود بیشتر هواپیماهای یاک 130 جدید آیا این سیگنال برای ورود سوخو 35 ها می باشد؟ در این ویدیو قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. اگر تا اینجا ویدیو رو تماشا کرده اید سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. همچنین زنگوله را هم بزنید که ویدیوهای جدید به شما اطلاع داده شود. متشکرم. از اوایل سال جاری شمسی زمزمه‌های ورود سوخو 35 به ایران شنیده میشد، خصوصا با آغاز ارسال پهپادهای شاهد از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین. انواع شایعات از مبادله کالا با کالای پهپاد و سوخو جریان داشت. Now that being said, Russia appears to be deepening its defense cooperation with Iran now. Shivan has all the details. Over to you, Shivan. Right, Him. Of course, Russia and Iran, they've been in talks ever since the Russia-Ukraine conflict had started, and the West has definitely not been very happy about it. Now, in March, Iran announced a deal which had been reached to buy Sukhoi Su-35 fighter jets from Russia. اما با نزدیک شدن به اواخر تابستان و نیامدن این جنگنده های روسی، امید میلیتاریست ها کم کم محو شد، خصوصا با صحبت های وقت وزیر دفاع که تلویحاً نشان از بدعهدی روس ها میداد. ما خودمون وقتی یک سری توانمندی ها داریم، ما شاید الان مثلا تو خیلی از زمینه ها واقعا احساس نیاز نکنیم برای خرید یه سری تجهیزات، یا حتی دیگران میان سراغ ما برای اینکه از ما بخرن. ما اقداماتی رو که داریم انجام میدیم تو حوزه هوایی شرایط بسیار خوبی داریم، یعنی توانمندی‌های فنی، علمی و ساخت، تولید، تحقیق تو همه زمینه‌ها میشه گفتش که جزو کشورهای برتر دنیا هستیم. بنابراین اگر یه موقع احساس نیاز بکنیم ممکنه که مثلا این کار رو ساماندهی کنیم یا دنبال کنیم. قرار بود بخریم. قرار بود بیو. بله، حالا میگم یه موقع شما یه قراری میذاری ولی بعد ممکنه مثلا شرایطی برات پیش بیاد که خودت این توانمندی رو داشته باشی. حالا این رو ما داریم بررسی میکنیم، یعنی داریم دنبال میکنیم. اما حدود 2 ماه پیش اولین فروند از یاک 130 ها با هواپیمای ترابری غول‌پیکر و معروف روسی وارد کشور شد و اصل خبر خرید سوخو 35 توسط ایران تایید شد، چرا که یاک 130 یک هواپیمای آموزشی منحصراً برای جنگنده‌های شرقی و به خصوص پلتفرم سوخو میباشد. در این صورت تردید تنها در زمان ورود سوخوها بود. همچنین بعد از سفر وزیر دفاع روسیه به ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر از ورود در آینده نزدیک هواپیماهای سوخو 35 و سوخو 57 را داد و وقتی صدا و سیمای یک کشور خبری رو کار میکنه دیگه نمیشه به اون خبر گفت حاشیه. بعد از اون مدت‌ها خبری نبود و فقط گهگاه از افزایش تولید کارخونه‌های سوخو میشنیدیم و یا این عکس ماهواره‌ای که از دپوی تعدادی سوخو 35 در
انبار کارخانه روسی حکایت دارد و گفته میشد سفارش‌های ایران است. اما جدیداً در ویدیوی تازه منتشر شده فرود یاک 130 با شکل و شمایل متفاوت از قبلی‌ها در اصفهان را نشان می‌دهد و احتمالاً این یاک جدیداً به ایران آمده. می‌توانیم نتیجه بگیریم که ایران صرفاً خود جنگنده یاک 130 را نمی‌خواد، چون این جنگنده سبک به تنهایی ارزش رزمی ندارد و لذا برای آموزش خلبانان خود این جنگنده را خریده. خلبانانی که برای پرواز با سخوها آماده می‌شوند. نکته دیگر این است که افزایش تعداد یاک 130 های دریافتی نشان دهنده افزایش تعداد خلبانان آموزشی است و می‌توان نتیجه گرفت اولاً ورود سخو حداقل 35ش به کشور قطعی است و ثانیاً تعداد آن هم به نظر بالاتر می‌رود و یعنی ممکن است در چندین مرحله و ادامه دار به ایران تحویل شود. اما سوال اصلی این است که کی؟ به نظر دلیل اصلی این تأخیر جنگ در جریان اوکراین است و منطقی است که کشور در حال جنگ ابتدا نیاز خود را تأمین کند و سپس به دیگران جنگنده بفروشد. پس انتظار می رود با سبکتر شدن جنگ اوکراین و نزدیک شدن به انتهای آن سخوها وارد کشور شوند. نکته دیگر درگیری جاری در غزه و فلسطین است. ایران در زمان کنونی بیشترین نیاز را به جنگنده های روسی دارد، چرا که اگر قرار باشد جنگی بین ایران و اسرائیل رخ دهد همه می‌دانیم که نقطه قوت ارتش اسرائیل نیروی هوایی غربی و مدرن آن است. پس باید ارتش کشور ما و به خصوص نیروی هوایی قهرمان هم چیزی در چنته برای دفاع داشته باشد. پس می توانیم انتظار داشته باشیم در برهه کنونی تلاش از سوی مسئولان کشور و فشار به روسیه برای دریافت سخوها بیشتر شده باشد و بعید نیست به زودی شاهد حضور اولین فروندها در کشور باشیم. خب به پایان این ویدیو رسیدیم و امیدوارم لذت برده باشید و مفید بوده باشد. نظراتتون رو با ما در کامنت ها به اشتراک بگذارید. خدا نگهدار.